اصلا سازمان ملل ما رو تحریم اقتصادی نکرده. تحریم اقتصادی یعنی تحریم صادرات نفت، صادرات پتروشیمی، بانک ها، سویفت، کشتیرانی، بیمه غرامت و نمیدونم شخص ثالث کشتیرانی. تمام اینا تحریم های آمریکاست، ربطی به سازمان ملل اصلا نداره. اما متعاقباتش متاسفانه میتواند اقتصادی باشد، با اینکه هیچ ربطی نداره. چرا؟ برای اینکه اون طرف داره کار عملیات روانی میکنه. خب اون که دشمنه، میخواد ضد انقلاب باشه، میخواد انگلیسیه باشه، میخواد هر کی اروپا آمریکا باشه. بله. فشار روانی میاره و با این داره بازی میکنه اصلا. خب از این طرف چی؟ متاسفانه شما دلال داری که اصلا به فکر جیبشه، حالا چه جاسوس باشه چه نباشه، به فکر جیبشه، منفعت خودشو میره. فلان صنایع ما که پیمان سپاری ارزی میکنن 60% شو باید بده بانک مرکزی، 40% شو بیاره بازار آزاد. نفروخت، گذاشت 106 تومن بشه هفته پیش، بعد فروخت. مقامات ما به جای اینکه از 3 ماه پیش این برآورد داشته باشن، من یادم پارسال آبان ماه اومدم تو برنامه کانال 1 جریان گفتم که با اروپا به جایی نمیرسیم، با آمریکا هم به جایی نمیرسیم، نتیجه‌اش هم این میشه که مکانیزم‌هاش رو اجرا میکنن و این اتفاقات میفته و اینها.